سلام علیکم دکتر صاحب عزیز، با امید است که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به جلسه اول. جلسه اول ما از تاپیک اکوت پویزنینگ از کتاب ایزنشل آف دیویدسون، رفرنس داخلی که بخیر به امسال آمادگی تخصص سرطان تعیین شده بر شما انتخاب کردیم. دکتر صاحب عزیز، این تاپیک در صفحه 44 کتاب موجود است و چون یک بخش بسیار جالب و مهم بود، از این بخش ما بر شما شروع کردیم. و تاپیک اول ما کلینیکال دیسیژن تیکینگ یک بخشی است که زیادتر در بخش پابلیک هلت، بعض اصطلاحات پابلیک هلت یاد داشت، یک ذره بخشای اداری بود و بعض مفاهیم که در بخش اداری بود، کلینیکال نبود، او را ماندیم به جلسات بعدی، چون این بخش یک ذره جالبتر می باشه و میتونیم از یک تاپیک بسیار جالب درس را شروع کنیم تا خوش شما هم بیاید و به یک علاقمندی ادامه بدین. دکتر صاحب عزیز، اگر اکوت پویزنینگ یک تعریف کنیم، خود پویزنینگ در حقیقت زمانی که یک شخص یک سبستانس کیمیکال، یعنی یک دوای چی که توسط فابریکات خود ادویه‌سازی ساخته شده و بعضی موادهای طبیعی را به اندازه بگیره که به دوز توکسیک برسه و این سبستانس سبب شود که فعالیت‌های نرمال بدن ما مختل شود، امیر یک تعریف از خود پویزنینگ تلقی میکنه یا پویزنینگ. این رقم یک تعریف کرده میتونیم. با سلاید دوم از نگاه اپیدمیولوژی، چون این کتاب دیویدسون در خود انگلستان نوشته شده و زیادتر ادیتورایش و نویسنده هاش از انگلستان، از زیادتر اقوام کشور استفاده شده. به طور مثلا در خود کتابتان یادآور شده که از 100 مریضی که به شفاخانه ها در انگلستان مراجعه میکنه، یک مریضش مریض پویزنینگ تشکیل میده. اما اگر ارقام اعداد در افغانستان سیستم اچ ام ما این ارقام به ما اعلان کنه، ممکن تعداد بیشتر باشه. یعنی به طور مثال اگر ما 100 مریض به بخش عاجل ما ببینیم، ممکن 10 مریض 15 مریض در افغانستان، چون در کشورهایی که پس از جنگ باشه فقر در اونجا زیاد میشه، بیکاری، تمام از یار از فاکتورهای پویزنینگ است. یعنی چی چیز میشه که یک شخص خود پویزنینگ کنه؟ مثلا میتونه دیورس باشه، میتونه مشکلات روانی باشه، میتونه بی‌وظیفگی بوده باشه، میتونه بعضی معلولیت ها باشه. اینی که ریسک فاکتور، اما افغانستان یک ریسک فاکتور این حالت است. از او خاطر در انگلستان این رقم بر شما گفته دکتر صاحب عزیز که چند می باشه؟ 1% مراجعین شفاخانه، یعنی 100 نفر اگر مراجعه کنه، یک نفرش چی می باشه؟ یک نفرش مریض پویزنینگ مراجعه میکنه. سکنه در کشورهایی که انکشاف یافته است، مثل دواهای مثل پاراستامول، آنتی دپرسان، این دواها را زیاد استفاده میکنن، اوور د کانتر را زیاد استفاده میکنن، به خاطر که اونجا دکتر صاحبا امو سیستم مدیکالش که هسته، بعضی دواهایی که مضر باشه بدون نسخه دکتر مجوز نیسته که در ملتون ها تجویز کنه یا بته. بیشتر ببینین دواهایی که بسیار سیو هسته و اوور د کانتر داده میشه، مثلا پاراستامول و آنتی دپرسان، این دواها را مردم چون قابل دسترس شانه در جهان اول، از پاراستامول، آنتی دپرسان و کامن دواهایی که وجود داره استفاده میکنه. اما در جهان کشورهای رو به پیشرفت یا در حال پیشرفت که هستن، مثل افغانستان و بعضی کشورهای افریقایی، در اینجا ببینین که بعضی از موادی که در زراعت یا در به حیث مواد ضد حشره کشها یا استفاده میشه، زیاد مثلا ارگان فاسفید، حشره کشهایی که هستن میتونه از این استفاده شود. ما میخوایم که بعضی جملات از روی کتابم براتون بخونم، چون بعض دوستا به ما پیام مونده بود که استاد اگه از کتابم به ما تشریح بدی. ما امشب هم از سلاید استفاده میکنم و هم کتاب پلوی سلاید ما باز است، ما او را هم اسکرین شک از شما شیر میکنم. هر رقمی که شما راحت بودین میتونیم که درس ما پیش ببریم. سکنید دکتر صاحب عزیز، امی خلاصه خود کتابتون است. ما اولی یک تشریح میتونم براتون میگه accidental poisoning in children elderly. سکنید دکتر صاحب عزیز، خود پویزنینگ یا قصدی صورت میگیره یا به طور تصادفی یا سوء تفاهم میشه. مثلا زیادتر اکسیدنتال پویزنینگ ها را کی انجام میده؟ اطفال نمیفهمه. مثلا دوای خدای نخواسته داجکسین در دستش بیایه، یک بوتل داجکسین یا هم بعضی کدام موادهای دیگه در دستش بیایه، ایره به طور تصادفی به چاره طفل بالا کنه، باعث پویزنینگ میشه. افراد الدرلی یا کهنسال و ماچورا بعضن یا
مشکل دید پیدا میکنند، زوال عقل پیدا میکنند، دوای خود هم مثلا زیاد میگیرن. ما تو مریضا داشتیم به سرویس که چون خودتان میفهمید توکسیک رنج خودش دیجوکسین بسیار بالاست، تصادفاً دیجوکسین گرفته بودن و به دوز بالا گرفته بودن و به یک حالت پویزنینگ به شفاخانه آمد و شما باز با گرفتن یک تاریخچه، دیدن یک دوای سابقه افراد خود ایرلی، مثلا میتونه بیتا بلاکر تصادفاً زیاد بگیرن، یا میتونه چون دواهای فشار زیاد میگیرن، یا مثلا میتونه دواهای انستید زیاد بگیرن که در افغانستان بسیار معمول است. شما باز با دیدن خودمی دواها در بین خلطی دوایش یا تاریخچه گرفتن از فامیلش میتونین تشخیص بدین که ممکن پویزنینگ چی باشه. و در کشورهای رو به پیشرفت ما شما گفتیم که در کشورهای رو پیشرفت زیاد چیزایی که در زراعت استفاده میشه مثل حشره‌کش ها متاسفانه زیاد هستند. دکتر صاحبای عزیز، جنرال اپروچ کرد یک مریضی که به شکل پویزنینگ به شما میایه چی بوده میتونه؟ سعی کنید دکتر صاحبای عزیز، من میخوایم ممی سلاید بر شما پس دوباره بگویم که میگه گفته بود که acute poisoning account for around 1% of hospital admission in the UK. یعنی موضوع را براتون در این سلاید گفته بود که 1%، یعنی از 100 مریض یک مریض ممکن به لوحه پویزنینگ بیایه و این میتونه که به طور قصدی باشه. قصدی مثلا بعضی کسا همو دواهای ور کانتر میگیرن، استفاده میکنن چون قابل دسترس است در کشورها، مثلا پاراستامول یا بعضی دواهای دیگه که هست قابل دسترس است، اما تمام دواها قابل دسترس نیست برشون. آنتی دیپرسانت ها یارا میتونه استفاده کنه، اما میتونه با پیش بعضی کسات به طور اکسیدنتلی، یعنی تصادفاً بگیره، مثلا اطفال یا افراد مسن دوای خود غلط بخورن یا تعداد دوز غلط بگیرن، میتونه باعث پویزنینگ پیشان شود. و در کشورهای روز به دیولپینگ کانتریز ببینین از ارگان فاسفید زیاد یادآور کرده که این بسیار زیاد کشنده بوده میتونه، چون ما شما در درس فارماکولوژی هم خواندیم که ارگان فاسفید ها یک دوره داره به نام ایجینگ، میگه زمانی که دو هیچ رسید باز ایریورسیبل میشه، شما قابل برگشت رو نمیتونین داشته باشین که حالت قابل برگشت بسازین، متاسفانه به مرگ 100% می انجام و مریض دایم میشه. سعی کنید دکتر صاحبای عزیز، ما سلایدم براتون گفتم، اما چون با کتاب خواندن براتون آسان شوه از روی خود امی تریاژ هم ما براتون میگم. زمان فکر کنید در شما در اتاق قاجل هستین، یک مریض پویزنینگ براتون آورد، اولین کاری که میکنین شما اسسمنت کنین، یعنی مثلا امور زود معاینه انجام بدین. به طور مثال شما علائم حیاتیش زود ببینین، اسس ویتال ساین امیدیتلی براتون گفته، یعنی زود شما علائم حیاتی مریض ببینید، مریض کلاسیفیکیشن کنید که پویزنینگ از این مایلد است، مودریت است، سیویر است، در کدام حالت است. مثلا شما حتما بعضی دوستا در صنف ما هست که در عاجلا کار میکنه، مثلا شما بعضی حالت ها مثلا میایه که مثلا انسید پویزنینگ می باشد، در حالت مایلد هم می، مودریت هم می یا سیویر هم می. مثلا بعضی کسا تصادفاً گرفته می باشه با یک دوز ازمی نگرفته، یک حالت مایلد میشه. شما میگه ارزیابی کنین علائم حیاتیش عاجلا، میگه identify poisoning involved and obtain information about them. ببینید که کدام دوا را ممکن نمی مریض گرفته باشه. زیادتر در این قسمت چی انجام میده؟ اگر مریض خود شعور داشت دکتر صاحبای عزیز، من این قسمت بر شما گفته رایستم، اگر مریض خود شعور داشت دکتر صاحبای عزیز خودش براتون میگه که من از کدام دوا استفاده کردم و بیان میکنه یکی مشکل خدا. اگر مریض خود شعور نداشت شما از اقاربش پرسان کنین، اقاربی که او را آورده به شفاخانه یا تیم پارامدیکال امبولانسی که میاره ممکن در یک سانحه او را دیده باشه، در یک قسمت دیده باشه و امو شواهد گرفته که خود آورده باشه و یا قابل بیان باشه برش که بفهمه که اینی مورد شده و به شما به محن حیث یک دکتر براتون بگه، راهتون آسان میشه. دکتر صاحب شما میفهمین عامل سببی پویزنینگ چی است، آنتی دوزش میتین یا دیالیز انجام میتین یا مثلا چارکول برش میتین یا ایریگیشن باول انجام میتین، شما رایتون امو اندیکیشن ها و امو تداوی مدیکالی که در تکست بوک ها گایدلاین ها شما پیدا کرده میتونید. میگه identify patient at the risk for further self harm and remove remaining hazard from them. سعی کنید دکتر صاحبای عزیز شما باید این مریضا را مطالعه کنین و با این مریضا مثلا کلوز شوین، بدانید که این مریضا واقعا کدام مشکل روانی داره،
کدام مشکل داره که خود میخواد به خود ضرر برسانه و شما باید این مشکلات من حیث یک دکتر وظیفه دارین که این مشکلات های چقدر که مربوط به رشته خودتان میشه ایره حل کنین و اگر نمیشه بازی را به روانشناس باید معرفی کنین که بعضی مراحل CBT IBT یا بعضی تداوی تریتمنتی که مدیکال تراپی میکنه شما باید یا این مریضایتان زمانی که دوباره یا رخصت میکنین که دوباره به خود ضرر نرسانه باید این مورد شما برشان تاکید کنین و این راه حل باید شما بسنجین برشن. میگه critical ill patient must be resuscitate. خب مریضی که اگر در کوما بود دیگه قابل خود رخصت نیست این مریضا باید شما باید تیر دوباره ریسوسییت کنین زود کارا برش انجام بدین. اگر اریتمیا داره اریتمیاش اصلاح کنین، اگر در شاکش اصلاح کنین، اگر مریض رسپیراتوری فیلر از زود به وین وصلش کنین باید ریسوسییت کنین دوباره باید از این حالت کوشش کنین که برای سکنین. دکتر صاحبای عزیز خود اگر هر رقم نظرتان بود من میتونم از روی سلایدم براتون بگم اما چون کتاب خواندن براتون آسان شوه از این طریق ما میخوایم که از روی کتاب براتون بگیم که آسان شوه و خودتان وقتی که فصل میخوانید ما دانه دانه براتون تشریح داده باشم. سکنین دکتر صاحب هیستوری در هر مرض بسیار مهم است. در طبابت هیستوری و کلینیکال فایندینگ یا فیزیکال اگزامینیشن تقریبا 80% تشخیص ما را میرسونه. امی کتابتان در فصل اول که به نام خود مدیکال دیسیژن تیکینگ که یاد میشه امی فصلتان در این کتاب گفته که 70 تا 90% اینمی هیستوری تیکینگ و فیزیکال اگزامینیشن بسیار مهم است. ببینید میگه what toxin have we taken and how much. یعنی سعی کنید دکتر صاحب در هیستوری من خلاصه براتون میگم شما باید ببینین دوایی که مریض براتون گرفته خصوصا کدام دواست، چی وقت گرفته، چند ساعت پیش گرفته، به نظر به او شما اندیکیشن اقدامات بعدیتان میشه. به طور مثال اگه یک مریض یک ساعت نگذشته باشه یک دوا را گرفته باشه و او دوا میتونه که اندیکیشن چارکول داشته باشه یا شما برش اکتیویت چارکول بدین یک ساعت هم نگذشته باشه مثلا رایتان باز میشه ذهنتان باز میشه و میفهمید که کدام اقدام موثرتر از به مریض. مثلا شما باید بدونید که کدام دوا را گرفته، به چه مقدار گرفته، چی وقت گرفته، با او کدام دواهای دیگه هم بوده نبوده. فکر کنید مثلا بعضی دواها با گرفتن خود الکل یک جایی این متاثریت توکسیسیتی یا پویزنینگش بسیار زیاد میشه. درست است و شما مثلا کوشش کنین که کدام نفر اگه خودش مریض کوپراتیو نبود شما را باید به غلطی سوق نده به خاطر که میتونه در این قسمت خود مریض هم یک حالت بیشتر نشان بده یا انفورمیشن غلط بده. شما باید تو متوجه باشین. ببینید که در اول قسمت اول پارامدیکال یا دکتر جی پی جنرال پرکتیشنر سکنین میگه what drug the GP has prescribed یا ممکن چون در کشورهای خارج دکترای جی پی جنرال پرکتیشنر اول مریض میبینن ببینین که او کدام دوا را داره what the risk of suicide is چی سبب شده که مریض خود به خودکشی دست زده و اینجا میگین در خط پایانش من میخوام یک چند کلمه مهم از اسلاید بگم. be aware that occasionally patient may conceal information exaggerate or mislead staff. سکنین دکتر صاحب هدف از این چی هستم؟ بعضا امی مریضا چون مشکل روانی می داشته باشن یا بعضا میتونن هیستریک باشن یا میتونه که شما را مغالطه کنه رایتون غلط کنه بفهمین که واقعا مریض صادقانه است که نیست. شما باید تمام از این ببینید یا بدانید اگر مریضتان کدام خدای ناخواسته کدام زهریتی کدام مار و گشتم این چیزا باشه شما باید بدانید که کدام نوع مار است حتی با چقدر مقدار چقدر وقت پیش اینمی زهریت صورت گرفته چقدر ممکن مصاب شده باشه یا چقدر در خون امی مریضتانی وغزه شده باشه. باید تمام مزیر باید ججمنت کنین و یک تاریخچه بسیار خوب بگیرین. و دوم دکتر صاحب عزیز پیش مریضتان دمی تاریخچه گرفتن زیاد تجسس کنین که بوتلی که مثلا کتزی میاره یا کدام شواهدی که در روی کالا نزدیک دهن و چشم مریض می باشه زیادتر کوشش کنین که شواهد پیدا کنین و تیم پارامدیکالی که همین مریض براتون انتقال داده آورده یا اطرافیانش این زیاد معلومات می داشته باشه. این میگه که این دوا دستش بود این رقم رنگ داشت این رقم بوتل داشت این یک سرنخ براتون بوده میتونه با شما را کامیاب میکنه که شما به
هدف برسین دکتر سمیدی. سعی کنین بعد از اینکه شما تاریخچه گرفتین، بعد از فیزیکال اگزامینیشن از این مریضا زود فیزیکال اگزامینیشن با مو طریقه نمونکس ABCD انجام بدین. ببینین ایروی مریضتان باز است، چون اگه ایروی مریض بند باشه، سیکریشن ها موجود باشه، این خود باعث میشه که مریض رسپیراتوری ارست بته، رسپیراتوری فیلر بته، بره سرکولیشن خراب کنه، اکسیژنیشن نرسه به قسمت های بدن، خود باعث مرگ مریض بسیار تشدید میشه که به طرف مرگ سوق شود. اول چی میکنین؟ ای بی سی میکنین، ای بی سی دی را انجام بدین. سعی کنین ایرویش کلیر است، زود باید ایمیدیت منیجمنت باید، اگر ایرویش کلیر نیست، سیکریشن هاست، زود باید سکشن کنین مریض، رای هواییش باید پاک شود، زود باید اکسیژنیشن شود. اگر نمیشه، اگر مریض کاملا ایرویش بند است، زود انتوبیشن کنین، با این مریض نصب کنین. ببینیم بریتینگ تنفس داره، دسترس تنفسی خو نداره، ریتش منظم است، مثلا بسیار بگید تکنیک است، یعنی سرعت تنفسش بسیار زیاد، پایان کل سرنخ است براتون. سعی کنید مریضایی که به طور پویزنینگ به پیشتون مراجعه میکنه، شما داینامی 4 سندروم خود ادرنرژیک، آنتی ادرنرژیک، کولینرژیک، آنتی کولینرژیک می باشن. مثلا فکر کنین خاصیت‌های یا سمپاتیک زیاد پیش بارز است یا پاراسمپاتیک پیش بارز است. شما از اونجا قضاوت کرده میتونین که اگر پیش یک مریض خاصیت‌های سمپاتیک زیاد بارز بود، مثلا میبینین که ممکن اتروپین باشه، درست است، ممکن اتروپین پویزنینگ باشه. اگر مثلا میبینی که حالتای مثلا ارگان فاسفیت پیش زیاد است، مثلا مریض هایپرترمیا داشته باشه، یا مریض مثلا سیکریشن های متداوم داشته باشه، شما درک میکنین، میدانین که ممکن مریضتان چی نوع پویزنینگ باشه. به طور مثال اگر مثلا اتروپین پویزنینگ باشه، پوپیل مریضتان بسیار دایلیت می باشه. این شواهد شما را کمک میکنه که شما درک کنین که مریضتان در کدام حالت بوده میتونه، یعنی کدام دوا را گرفته باشه، شما را یک سرنخ میته. خب بریتینگش باید ببینین، ریتش باید ببینین، چیز موومنت که وجود داره نداره، اسکالتیشن کنین زود. درست است، سرکولیشنش ببینین، در سرکولیشن چی شامل میشه، پلسش ببینین، ریتش ببینین، ریتمش منظم است نیست، ولیومش منظم است یا نیست، بلاد پرشرش ببینین. دیگه مثلا شما پریفرال پلسایش چک کنین، ببینین تمپریچرش چک کنین، کالر خود قسمت انگشتایش، قسمتایش ببینین سیانوتیک است نیست، و ببینین کپل ریفیل تایمش که مثلا کپل ریفیل تایمش مؤخر است، تغییرات آمده نامده، تمام از این سرکولیشن ببینین. در قسمت دیسابیلیتیز شما خودم کانشس لیولش جی سی اس مریض تعیین کنین، پوپیل ریسپانس هایش ببینین، لوکالنگ ساینایی که وجود داره، بعض رفلکس هایش پیش مریض ببینین، A B C D. درست است، اینی براتون از پیشتون سوال میشه که اولین اینیشل انسمنت، یعنی اسسمنت می اولین کمکی که به مریض میکنین چی بوده میتونه دکتر صاحب عزیز؟ شما باید ABC را فراموش نکنین. درست است، ABC را فراموش نکنین. بیاین به طرف شماره دوم چی میکنین؟ ایمیدیت کارا رو انجام بدین، همزمان یا انجام میدین. هر چیز انفاینی که غلطی که در این قسمت میبینین زود ایمیدیت منیجمنت انجام بدین. ایرویش اگه سپورت ضرورت داشت سپورت کنین، ضرورت بود انتوبیشن کنین، مریض به وین وصل کنین. درسته، در سرکولیشن ببینین، وینوس اکسس برش باز کنین، ببینین مریضتان هایپوتنسیون فلوید بدین، اگر دیدین که کات فلوید ریسپانس نزد واز اکتیو، واز کانستراکشن، نورادرنالین برش شروع کنین، مانیتورینگ کنین مریضتان، ببینین در مرحله سوم مانیتورینگ کنین، ببینین هارت ریت مریض، ای سی جی مریض نصب کنین، پالس اکسیمتر برش نصب کنین، تمام این موارد، تمپریچر رو ببینین، جی سی اس باز دوباره ارزیابی کنین در این مرحله، یورین آوتپوتش ببینین. دکتر صاحب عزیز، شما که زمانی که یک دوای پویزنینگ یک کس میگیره، ممکن در هر قسمت از بدن زیاد مشکلات ها را به بار بیاره. یکیش میتونه قسمت یورینری باشه، چون بعضی دواها سبب رابدومیالیزیس میشه و خود از این نفروتوکسیک است، می حالت خود رابدومیالیزیس، یا خود بعض دوا خودش نفروتوکسیک است، یا بعض مریض که انکانشس میشه، پرفیوژن کلیه خراب میشه، یوریا کراتین پیش بالا میره، خود مریض میتونه که چی شوه به طرف انسفالوپاتی بره. تمام این موارد ببینید دیوریز داره نداره که بسیار مهم است پر خود فانکشن کلیه. دیگه دکتر صاحب عزیز، زمانی که این سه مرحله اولیه را انجام دادین، برش اینیشل اینوستیگیشن کنین. زمانی روتین اگزامتون است، چیزای روتین، مثلا سی بی سی را بر مریض داده، یوریا را داده، الکترولایت داده، کراتینین، گلوکوز، ای بی جی را، کوآگولیشن، کلچر بلاد، اسپوتوم، چست اکسری را، ای سی جی را، هر کدام از این مثلا میبینیم که
الکترول امبالانس خو نداده. بعضی حالات ها هست، بعضی د پویزنینگ هست که سبب چی میشه، سبب مثلا الکترول امبالانس میشه، مثلا هایپرکالیمیا هایپوکالیمیا کشنده است. مثلا میبینید که مریض به طرف انسفالوپاتی رو بده، کراتینینش بسیار رایز کرده، اکید اینجریش قوی بوده که مریض ایکی داده. ایکی مثلا خود ایکی یک حالت بسیار لایف تریتمنت سچویشن است. ایکی خودش یک ریسکی پیشانه به بار میاره براتون. دیگه میتونیم ببینیم که مریض اگه به طرف الکالوز رفته بود، اسیدوز را ای بی جی بسیار کمک میکنه. بعضی میتونه که اگه مریض آنتی بیوتیک دیابتیک درگا را گرفته باشه، گلوکوز سویش بسیار داون می باشه که با یک دادن گلوکوز شما مریض میکشین از کوما، یک دیابتیک کوما گفت تلقی میشه. یا میتونین گلوکوز، بعضی مریضا هستن مثلا دیابتیک هستن و هایپوگلایسیمیا رفته، چون میفهمین که هایپوگلایسیمیا بسیار مهمتر است نسبت به هایپوگلایسیمیا، بسیار مهمتر است به هایپرگلایسیمیا. هایپوگلایسیمیا مهمه چون برین دت میته مریض. شما باید اگر ببینید یک مریض کوما رو گرفته براتون آورد، شما باید اینمی اینیشیال اینوستیگیشن ها رو انجام بدین. شما باید بپالین که مریض چی بوده میتونه، کدام نوع کوماست، چی سبب کومای شده. اینا مثلا شما اگه اینجا بلاد کالچر یا کنین یا سپوتوم اگزم کنین یا بعض چست اکس ری بگیرین، ای سی جی بگیرین، شما میفهمین که ممکن مریض از باعث مثلا بعضا شما مشکوک میشین به مننجایتس، شما مشکوک میشین به خود یوریمیک انسفالوپاتی یا مثلا هپاتیک انسفالوپاتی. شما باید این روتین اگزم ها رو، چیزی که در ذهنتان میآید و به مریضتان ضرور است، شما باید انجام بدید. درست است؟ And also second, recognizing the critical ill patient. Second, اینی اوصافه که یک مریض تان داشت، مثلا پلسش پایینتر از 40 بود یا از 140 بلندتر بود. درست است؟ اینی اوصاف یک مریض چی است؟ یک مریضی است که critical ill است، وضعیت وخیم داره، باید شما عاجلا به این کار کنین. مثلا رسپایری ارست داشته باشه، رسپایری ریتش پایینتر ازش یا از 35 بالاتر باشه پر منیت. درست است؟ اینی حالت‌ها یا جیستش پایینتر از 10 باشه، اینی حالت‌هایی است که مریضتان یک مریض کریتیکال ال است. دکتر صاحب عزیز در می جدول این خصوصیات آورده. این حال مثلا ممکن بر شما یک سوال بیاره which patient could be critical ill patient. باز یکی از این میاره براتون داده باشه که مریضی که مثلا ریتش بین 60 بالاتر باشه، یک چیز بسیار مثلا بگه که رسپایری ریتش پایینتر از 8 باشه، مثلا اینجا انتخاب میکنی. مثلا 4 جواب درست، 3 جواب درست میده، یک جواب اشتباه را براتون میگه بگه این که کدام از کریتیکال ال پیشنت بوده میدونه. اینی جواب از پیشتون ممکن اینی یک رقم یک جواب یک سوال براتون جور کنه. سکند دکتر صاحب عزیز، کلینیکال اگزامینیشن بسیار مهم است. در کلینیکال اگزامینیشن تمام اینمی تصویر که اینمی بالا دیدین در اینجا پایان براتون کلش تکرار شده. درست است که شما باید تمام ویتال ساین مریض ببینین، سیستماتیک ارزیابی کنین و تمامش ویتال ساین خصوصا را براتون نشان میده که مریضتان در کدام حالت است و نظر به او شما باید اقدامتان انجام بدین. و there may be needle mark or evidence of previous self-harm, for example, razor marks on forearm, pupil size, respiratory rate and heart rate may be helpful to narrow down the potential list of toxins. Second, دکتر صاحب عزیز، اگر مریضتان دیدین تاکیکارد است، تاکیپنیک است، شما بفهمین که مثلا یک حالت سمپاتومیمیتیک است، یعنی مثلا سمپاتیک زیاد فعال است، بفهمین کدام دوا سمپاتیک زیاد فعال میکنه. امیر رقم ببینین پوپیلش مثلا اگر پوپیل دایلیت نبود، برادیکاردیاک بود، تمام این خاصیت های مثلا سیستم پاراسمپاتیک فعال بود، شما بفهمید که کدام سیستم بوده میتونه یا کدام دوا بوده میتونه که باعث این حالت مریض شده. تمام او را مد نظر بگیرین. درست است دکتر صاحب عزیز؟ در قسمت اینوستیگیشن دکتر صاحب عزیز، در اینوستیگیشن شما باید با مریض یوریایش بتنین، الکترولایتش بتنین، کراتینینش بتنین، ای بی جی مریض انجام بتین و شما ببینین بعضی دواها هست دکتر صاحب عزیز مثلا درک لیول ضرورت داره. مثلا یک مریض است پاراستامول توکسیسیتی است، پاراستامول زیاد گرفته. زمانی که پاراستامول زیاد گرفته باشه، این دواها مثلا سالیسیلیت گرفته باشه، شما با انجام خود دیدن خود سویه خود پاراستامول در خون، پاراستامول مثلا در خون اگر سویهش ببینین، شما باز میتونین که این حالت مایل است یا ضرورت داره که انتیدوتش بتین، این اقدام انجام داده میتونین. درست است؟
خلاصه مثلا بعضی دواها سکنین اینجا کلمه drug level are useful to guide to treatment for some specific toxin. For example, paracetamol, salicylate, iron, digoxin, کاربوکسو، هیموگلوبین، لیتیم، انتیوفیلین. سکنین دکتر سبایز مهدف از این جمله چی بوده میدانه؟ در بعض حالات ها هست که در اونجا دکتر صاحبای عزیز مریضتان یک پویزنینگ انجام داده، مثلا ضرورت نداره آنتیدوت بگیره. شما میخواین بدانین که آیا آنتیدوت ضرور است نیست، شما چی میکنین؟ درک لیول خود دوا رو در خون میبینین، مثلا دایجکسین لیولش میبینین، یا مثلا چی رو میبینین؟ پاراستامول، یا اینی دواهایی که هست، مثلا اینی دواهایی را که نام گرفت شما میتونین لیول از این دیده نظر به او اقدام کنین که به مریضش آنتیدوت شده بتم یا نه. درست است؟ خب دکتر صاحب عزیز ادامه بدیم. اینمی قسمت ها را معذوری کتابم براتون گفتم و شما مثلا ببینین که درست است. اینمی قسمت هم درباره استوریج گفته که چقدر گرفته، چی وقت گرفته، کدام دوا را همراهش گرفته نگرفته، از وضعیت روانی مریض شما باید ارزیابی کنین، شواهد انفارمیشن که مریض های پایوازایی که آورده مریض او رو میتونه ارزیابی کنین که او برتون چی میگه، کدام دوا را ممکن گرفته باشه. یک مریضتان مثلا ما شخصا یک مریض داشتم که مریض مسن بوده که مداجکسین دوزش بسیار زیاد گرفته بود، چون مریضا زهیر که باشه، مریضی که زهیر باشه زوال عقل می داشته باشه، مریض ممکن خود یک ویژوال دیستربنس پیش پیدا میشه. اینی سببایی میشه که یک مریضای الدرلی، یک مریض پیر متاسفانه دوای خود اشتباه بگیره. و شما میتونین، ما همون شب با دیدن همون خریطه دواش فهمیدیم که این مریض چی توکسیتی بوده میتونه. درست است؟ حدس ما درست بود. خب ABCD را اینجا همو کلمه ایران براتون آوردیم که شما سرچ کنین که چی بوده میتونه می توکسین و مارکا را ببینین، چون بعضی افرادی که می پویزنینگ انجام میده به دوستایشان ببینین شما خراشیدگی ها و جاهای وغزه یا این قسمت ها تمامش یک سرنخ به شما میتونه که مریض میخواست خودکشی کنه یا مثلا درگ یوزر است که از طریق آی وی میگیره بعض دواها را. تمام از بر شما یک سرنخ میده. ABCD خصوصا تا ABCD خیلی مهم است که ایروی، بریتینگ، سرکولیشن، دیسابیلیتی مریض شما در اولین کار باید هم ارزیابی کنین و هم اگر کدام ابنورمالیتی پیدا کنین زود اقدام کنین که مریض از زندگیش از نجات میدین. درست است دکتر صاحب عزیز، در مونیتورینگ قسمت ها رو هم گفتیم. سعی کنین در اینوستیگیشن تان اینی شما باید چی کنین دکتر صاحب عزیز؟ جنرال، شما جنرال با مریض باید جنرال با مریضا باید یک روتین اگزم بدین که نظر به او باید امو حالت مریض زود پیدا کنین. سکن اینا کدام با کدام درگ لیول با کدام دواها ما درگ لیولش اندازه میکنیم و اهمیت داره. مثل پاراستامول، مثل اینی خود اسپایرین است، لیتیم است، در اونجا آیرن بود، دایجکسین بود، در کتابی که پیشتر براتون واس کردم. انشالله درس ها را استاد یاد میگیرین. اگر جای بازم براتون سوال می بود با ما اگر پیام بانین، ما انشالله براتون حل میکنیم. درس ها ما هیچ کدامش مکانیک نیست، ما کل از این تفصیلی براتون دانه دانه درس دادم میتونیم. خب نظر به اینکه وقت بسیار کم می باشه ما مجبور هستیم که سلاید ها را یک ذره سرعت بدیم. انشالله بازم اگر ضرورت بود ما براتون انجام میدیم. سعی کنین دیکانتامینیشن دکتر صاحب عزیز، این حال زمانی که شما قدر ارزیابی کردین در بعض حالات میبینین که بعض دواها یا بعض اقدامات به مریضتان بسیار مؤثر هستند. شما باید تو حالات را کنین که از جذب خود دوا جلوگیری شود. سعی کنین دیکانتامینیشن اینجا بعض اقدامات هستند که به طور مثال یک مریضتان میایه یک پویزنینگ انجام داده، شما میبینین که هنوز یک ساعت نگذشته و میبینین که اندیکیشن داره همین دوا توسط خود اکتیو چارکول جذب میشه و مانع میشه که همین دوا به سیستم خونتان جذب نشه و مریض پویزنینگش زیادتر نکنه. سکنین من می تصویر سکنین دکتر صاحبزی اینمی اکتیو چارکول هستم. اکتیو چارکول در حقیقت ما براتون امی سلاید فل میکنم و دوباره براتون اینمی قسمت میخوایم که توسط یک هایلایتر براتون
تشریح کنم. سکنین دکتر صاحب عزیز، اکتیویت چارکول ما براتون گفتم. اکتیویت چارکول هم میتونید توسط یک مریض تان اگه شعور داشت اورال برش بدین، اگه شعور نداشت اینجیتوب پاس کنین برش از طریق اینجیتوب بدین. سکنین بعض دواها توسط اینمی اکتیو چارکول که هسته جذب میشه. زمانی که خود اکتیو چارکول جذب شد، از جذب در خصوص سیستم لومن اما آیتان جلوگیری میشه. سبب میشه خودم اکتیو چارکول او را با خود مصروف کنه و جذب شدن خودمو دوای مضره به جذب سیستمیکتان جلوگیری کنه و مریضتان پویزنینگش کاهش پیدا کنه یا حالتش و خامتش کمتر شد. این حال با اینمی اقدامات دیکانتامینیشن ها وجود داره، مثلا یا گاستریک لواژ یا هول باول اریگیشن. این موضوعات بر شما یادآوری شده. این حال سکنید دکتر صاحب عزیز، این حال در بعضی حالات این موثریت بیشتر وقت است که از یک ساعت کمتر مریضتان مثلا 30 دقیقه پیش پویزنینگ انجام داد به شما رسید. اکتیو چارکول مثلا به شما ارجیت داره و شما میتونید اکتیو چارکول رو برش بتین. گفتم که یا شما اورالی میتین، اگه مریضتان کانشس داشت اورالی بتین، اگه کانشس نداشت شما برش از طریق اینجیتوب پاس کنید، از طریق اینجیتوب برش بتین. وقتا که بود گاستریک لواج انجام بدن، حالا فعلا بسیار ریر انجام میشه. سکنین مریضتان آمد پویزنینگ بود، استوری گرفتین، فیزیکال اگزام کردین، مشکوک شدین به یک دوا، از اینمی اقدامات هر کدامش موثر بود، با مریض شروع میکنین. درسته شروع میکنین، وقت شدیده اندیکیشن این حالت دیده. بعض دواست که با اکتیو چارکول یک جا نمیشه، جذب نمیشه، هیچ ضرورت هیچ فایده نداره اکتیو چارکول. اینا باید اندیکیشناشو باید بفهمین. در کتابتون هم براتون نوشته کردم. این حال بعض حالاتای مثلا هول باول ایریگیشن مثل د آیرن توکسیتی باشه یا لیتیوم توکسیتی باشه جا داره. هول باول ایریگیشن چه قسم یک حالت از دکتر صاحب عزیز؟ یک دوا را به نام اتیلین گلایکول میگه، ایرا به مقدار بسیار زیاد به مریض میتن. مریضی که پویزنینگ انجام داده ایرا برشان میتن که تمام باول اموای مریض سوشو میکنه، باول مریض کلش سوشو میکنه و سبب میشه که اینمی مواد مضری که بود این تمام میشه، نمونه که جذب شه و تمام میشه از بدن خارج میکنه به طوری تا زمانی که می مواد غایتشون پاک میشه. درست است؟ اگر دیدین که یک مریض اسکنش هنوزم با امی مواد مضره یا چشمش هنوزم نزدیک بود یا در تماس بود، باید دور مواد کت آب یا کت سلین بشوین دکتر صاحب. یک اکتیو چارکول است، من شکلش براتون آوردم که شما بدانین. این حال مثلا زیاد کوشش کنین در پویزنینگ ها، زیاد کوشش میشه دکتر صاحب عزیز که خود امی موادی که جذب شده، موادی که یک مریض خورده، کوشش میشه که این هر چیز زودتر جذب سیستمیک نشه و به یک نوعی از بدن شما رو خارج کنین و یک مانعش همین که جذب سیستمیک میشه. مثلا بعضی اقدامات از یورین الکالایزیشن صورت میگیره، مثلا مریض آسپرین گرفته یا میتوترکسیت گرفته، این حال شما بعضی دواها را میتین که یورین الکالایز میکنه، مریض زود ادرار میکنه، سبب میشه که اینمی حالتی که یورین الکالایزیشن اجنتا را که میتین مریض زود ادرار کنه، از طریق گرده زود رو اترا میکنه. مثلا اگر اسپرین یک مریض زیاد گرفته، پویزنینگش هسته، یورین الکالایزیشن یک اقدام بسیار موثر است. شما بعضی دواها را میدین که خود الکالایز میکنه خود یورین تانه، این حال از بدن گرده هایی رو میگیره، زود دینامی حالت زود اترا میکنه، جذب سیستمیکش کم میکنه، مریض نجات میتین. این حال اقدامات عمومی است که شما شروع کردین در حقیقت. ببینید بعضی دواها مثل میتانول، اتیلین گلایکول، لیتیوم میکس قابل اینال شما باید اینمی لیست دواهایی که قابل دیالیز است باید بدن، مثل میتانول است، اتیلین گلایکول است، لیتیوم است و یا بعضی دواهای دیگه که هست. شما باز دیالیز انجام میدین. دیالیز هم یک پروسیجر است که نمیمونه که اینمی دواها جذب سیستمیک شوه، از بدن زود خارج میکنه، حالت دوز توکسیک از بدن کم میکنه و باعث میشه که مریض دیپ نشه. یعنی دیپ نشه، یعنی مثلا نمی توکسیتیش بیشتر نشه، ورس نشه، جذب سیستمیک جلوگیری کنه. هیم پرفیوژن مثلا این هم یک حالت است که خون پاک میکنه، تصفیه میکنه. مثلا بعض دواهای مثل تیوفیلین، کاربامازپین، از این طریق شما باید انهانس کنین، یعنی مثلا تشویق کنین یا مثلا فشار بیارین که مواد توکسیک از بدن ما باید
الیمینیت کنیم. اینا قضاوت شماست. شما کلتان داخل شاید اکثریتتان کار کنین. شما وقتی که مریض به می لوحه میاد شما می اقدامات میکنین. انشالله ما تمام این موضوعات ما تمام شه از روی کتاب برتان گفته رایستم و در این قسمت ها تمام میگپایی که ما برتان میگم مطابق کتاب است. ما به خاطر از این برتان بعضی جاها را برتان گفتم که چون در خواندنش مثلا تقریبا اینمیج اکتیویتی چارکول این موضوعات برتان یاد کرده. اگر شما بازم شما علاقمند بودین باز ما میتونیم خط به خط کتاب برتان بگویم و اگر زیاد علاقمند نبودین همین مفهوم کلی را میخواستین باز میتونیم که از روی خود سلاید ها پیش بریم. درست است دکتر صاحب عزیز؟ خب دکتر صاحب عزیز سکه همی پرفیوژن بعض دواها قابل همی پرفیوژن است و شما باید بفهمید که نمی اقدامی که میکنم واقعا به می دوا در کتابای گایدلاین اندیکیشن نوشته کرده یا نکرده. میمونه لیپید ایمولژن. دکتر صاحب عزیز بعض دواها لایپوفیلیک است یعنی لیپید خوش داره. اینا بعض دواها را مثلا شما اگر پویزنینگ یک دوای لیپید خوشدار انجام داده باشه یک نفر زمانی که خودتان امی لیپید ایمولژن را آیوی به مریض میتین سبب میشه که اینمی دواها امی لیپید که میبینه کش میکنه چون لیپیدوفیلیک است یعنی دوز داره امی دواهای مضر امی لیپید دوز داره دو قابل حل است به طرف امی لیپید میه و از جذب خود امی دواهای مضر جلوگیری میشه. از این خاطر از یک اقدام است که از خود جذب دواها جلوگیری میکنه. سکنین دکتر صاحبای عزیز اینجا ما بعضی انتیدوت ها را داریم. اینال اینمی یک بخشی از کسبشتان زیاد سوال میاد. مثلا فکر کنین اگه یک مریض اوپیات پویزنینگ انجام داده باشه انتیدوتش چی هستن؟ نالوکزان هستن. اگر یک مریض تان بنزودیازپین پویزنینگ انجام داده باشه انتیدوتش فلومازلین هستن. پاراستامول ان استایل سیستین. اینی یک قسمتی است که استادا زیاد خوش داره در افغانستان. دوم وقتی که شما همین درس ها را میخوانین این درس ها را عمری بخوانین به خاطر که شما اگر رشتهتون داخل باشه شما هر روز با می دواها سر کار دارین و با این حالات سر کار دارین. شما به هدف یک امتحان محدود نخوانین. شما این موضوعاتی که یاد میگیرین به عمر یاد بگیرین چون شما مسئول این رشته میشین و آینده همیشه از پیشتون سوال میشه. یک بار بخوانین بسیار خوب بخوانین که سالا به درتان بخوره. مثلا ما شما در بخش فارماکولوژی هم گفتیم شما یک فصل توکسیکولوژی در خود فارماکولوژی دارین با موازی با می درس شما او را هم تعقیب کنین و انشالله بسیار براتون آسان میشه. مثلا اتروپین ارگانو فاسفیت پویزنینگ باشه اگر ارگانو فاسفیت پویزنینگ باشه انتیدوتش اتروپین است دکتر صاحب. ایتیلین گلایکول مثلا همین آنتی فریزی که در موتورا مندازن فومیپیزول انتیدوتش هست. بعضی مستری خانه ها متاسفانه اشتباهن یا قصدن بعضی همی افراد از انجام میده پیش شما میاره مثلا میبینین که ایتیلین گلایکول پویزنینگ است فومیپیزول انتیدوتش هست. شما باید انتیدوتش زود بتین و امو حیات مریض نجات بتین. یک مریض از مثلا دایجکسین توکسیتی انجام داده یا از پیش صورت گرفته خود دایجکسین به نام دایجکسین فاب فرگمنتس امی انتیدوتش هست. متاسفانه در افغانستان و اکثریت کشورها پیدا نمیشه و متاسفانه چون دایجکسین یک دوای غیر دیالیزبل است حتی دیالیز نمیشه. فقط کاری که میکنین دایجکسین زود سرش قطع میکنین دور میکنین و اگر این انتیدوتش پیدا میکنین این انتیدوتش برش داده میتونین دیگه سپورتیو تراپی میکنین و اگر مریض به طرف اریتمیا بود اریتمیاش اصلاح میکنین و هر مشکلی که بود بعد ازوشه به حیث مثلا سپورتیو تراپی نظر به مو ساین سیمپتوم پیش میرین. سکنین دکتر صاحب عزیز خود پاراستامول توکسیتی را اینجا براتون عنوان آوردم. پاراستامول توکسیتی میتونه که هپاتیک اکوت لیور فیلر یک کازش هسته یعنی مریض میتونه لیورتون به طور اکوت زود فیل کنه و بسیار یک لایف تریتینگ سیچویشن هسته بسیار کشنده است. میتونه که باعث مرگ همون مریضتان شوه هم میتونه باعث رینال فیلر شوه نظر به خط کتابتان که ایران براتون یادآور شم چون خواندن کتاب براتون آسان شوه. پس خودتان میدونین که در ظرف 8 ساعت اول که میتونین این استایل سیستین برش بتین و این هم رابطه می داشته باشه که مثلا شما امو سویه درگ سویه پاراستامول در خون چک کنین. خصوصا
اگر 150 میکروگرم پر ml کمتر بود، بازم این استایل سیستین ممکن جای نداشته باشه. اما بازم همین کتابتان بر شما میگه که مثلا بتین از اینکه دیر شوه و ریزلت پسان بیاید، شما بعض اقدامات انجام بدین. دادنش کدام عیب نداره از ندادنش کرده. این رقم یک اصطلاح را براتون استفاده کردم به خود کتاب. خب چون مریضتان هپاتیک فیلر میته، شما باید مونیتورینگ کنین، چون آینا رو اونجا کوآگولیشن فاکتورها خود در لیور جور میشه. اگه لیورتان تخریب باشه آینا رو مریضتان بلند میره. لیور فانکشن تستتان انجام بدین، انزایمای کبدی بالا میره. ای بی جی رو انجام بدین، چون مریض میتونه به طرف امی مشکلات اسیدوز و الکالوز و تمام این مشکلاتایی که پیش مریض به وجود میاد شما باید دیره چک کنین. و چون میتونه که سبب اکید لیور فیلر شوه، بهترین تداویش همو کانسیدر ترانسپلنت است. در سیویر کیس ها شما باید تعویض باید کنین، حتی کبد باید تعویض کنین، دیگه چاره نمی داشته باشه. خب دکتر صاحبای عزیز، در مریض سالیسیلیت پویزنینگ که هستم، اینال هر پویزنینگ هر روز مختلف ورتان میته. بسیار همو جای خاص خاصش مثلا در ذهنتان بگیرین. مثلا میتونه خود سالیسیلیت یا اسپرین پویزنینگ تینیتوس بته، وومیتینگ بته، هایپرونتیلیشن بته، میتابولیک اسیدوزز بته. اگر مریضتان برتان زود آمد در یک ساعت قبل نمی کار انجام شد، اکتیویت چارکول برش بتین. چه قسم میتین اینجا تو پاس کنین برش 50 گرم میتونین داده از طریق خود این یوتیوب. و اگر مریض دیرتر بود شما میتونین الکالایزیشن کنین. بعضی دواهایی که الکالایزیشن است، یعنی خود ادرارتان الکالایز میکنه و سبب میشه که یمی دوا زود از بدن خارج شوه، از طریق یورینری تصفیه شوه. یک اقدام کنین. اگر در حالتهای بسیار سیویر بود شما میتونین که از چی استفاده کنین؟ دیالیز استفاده کنین. مریضتان دیالیز انجام بدین. درست است. این حال مثلا در امتحان مثلا اینی رقم یک شواهد میاره که مریضتان هایپرونتیلیشن داره، وومیتینگ داره، تینیسموس داره، با کدام پویزنینگ شکر میکنین؟ پاراستامول پویزنینگ، سالیسیلیت پویزنینگ، یا مثلا بنزودیازپین پویزنینگ. درست است. اینی رو باید مد نظر داشته باشین. و مثلا میگه که یکی از اقدامات زایل به سالیسیلیت پویزنینگ موثر می باشد یا نمی باشد. مثلا میگه مریض 3 ساعت پیش آمده، ما اکتیویت چارکول بتیم، کار مناسب است نیست؟ این چه رقم؟ چون ما برای شما گفتیم که اگر در 1 ساعت اول آمد اکتیویت چارکول بتی، یک اقدام موثر است. درست است. این رقم براتون سوالات جور میکنه که ذهنن آماده شوین هر روز برشون. دیگه دوا چیز دکتر صاحب عزیز؟ مثلا آنتی دپرسان اووردوز است. خب مثلا ترایسایکلیک آنتی دپرسانت ها مثلا نورادمترین و امینوترپتلین در افغانستان بسیار زیاد استفاده میشه. درست است. شما میتونه خود از این باعث چی شوه؟ باعث اریتمیا شوه، کیوتی پرولانگیشن بته، که یک حالت بسیار وخیم بوده میتونه که انواع اریتمیا میته. و بعضا این دواها میتونه چندین ساعت بعد، مثلا مریضا را باید زود رخصت هم نکنین، میتونه که چندین ساعت بعد اریتمیا متصور شوه و یا به وجود بیاید، که این حالت ها را باید مد نظر داشته باشیم. خصوصا استثارهایی که هست دکتر صاحبای عزیز بسیار مایلد پویزنینگ میته، معمولا دواهای سیو است، اما پویزنینگ این دواها هم متصور بودن میتونه. اگر لیتیوم پویزنینگ باشه، سیویر توکسیتی باشه، اقدام دیالیز شما انجام داده میتونین. خب دکتر صاحبای عزیز، در کاردیوواسکولار درگ اووردوز مثلا بیتا بلاکر است. در خودتان میفهمید که اگر مریضتان آمد برادیکاردیک بود، شواهد بیتا بلاکر پویزنینگ داشت، شما میتونین از دواهای سیمپتوماتیک بود اتروپین استفاده کنین، ایزوپروترینول استفاده کنین، دوایی که مثلا پس دوباره همی برادیکاردی مریض حل کنه. اگر مریض مثلا کلسیم چنل بلاکر استفاده کرد، مریض هایپوتنسیو بود، شما اقدامات ضروری که مثلا سپورتیو تراپیست دوباره ایره برش انجام داده میتونین و کوشش کنین که از این حالت مریض بکشین. ما شما داجیکسیت گفتیم، داجیکسین انواع مختلف پویزنینگ میته دکتر صاحب عزیز، انواع مختلف پویزنینگ، یعنی انواع مختلف اریتمیا را حتی با وجود آورده میتونه. یک مریض مثلا
میبینین که توکسیسیتی دیجوکسین است با بیتک آمده. درست است. خب انتیدوتش چی است؟ فاب فرگمنت انتیدوتش است. فک فرگمنت انتیدوت خود دیجوکسین متأسفانه در کشورهای آسیایی زیادتر کم پیدا میشه. شما از انتیدوتش استفاده کنید. ما کوشش میکنم که این درس به می قسمت بر شما بانم کفایت میکنم اینقدر، چون موضوعات دیگه هم زیاد است تا شما می لکچر اول بگیرین و کم کم آستا بلد شوین. شما تا می قسمتی را بخوانین و انشالله اگر جای سوال بود بازم از ما پرسان کنین، در مسیج ما براتون جواب میتم. انشالله که یک درس ابتدایی خوب باشه، شما یا بعض مفاهیم حال درک کرده باشین. ما باز در درس بعدی از بعض قسمت ها که شما نفهمید از این قسمت ها پس شروع کرده و ادامه سلایت ما به شما درس میتیم و انشالله فعلا تا مو کاردیوواسکولار درگ اووردوز درس پیش بردیم و بعد از این هم ادامه از این که است تا بالاخره دواهای امفیتامین و پیشتر باز الکل پویزنینگ است. تمام می فصل براتون خلاص میکنیم و انشالله که بعد از این چهارشنبه شب ها ما و شما امی درس را ادامه میتیم. تشکر از توجهتان.